یه روز بیبی ام البنین دیدن سراسیمه و دلهره تو صحن خونه این ور اون ور میره. امیرالمومنین تشریف آورده، با ادب رفت جلوی مولام، فرمود مولا عباسم از صبح رفته تا الان نیومده. فرمود ام البنین بچه که نیست عباسم، نوجوان شده. فرمود از چشم زخم این مردم میترسم، امروز بی نقاب رفته بیرون ابوالفضلم. ظهر شد نیومد، عصر شد نیومد، دمدمای غروب بود. امیرالمومنین دید دیگه ام البنین تاب نمیاره، هی دلشو میماله، هی عباس میگه. فرمود خودم میرم دنبالش. علی کجا؟ فرمود خودم میرم دنبالش. سلونی گفت میدونه پسرش کجاست. دیدن آروم آروم طرف بقی داره میره. اومد بقی، دید مولا ابوالفضل وایسادن با ادب و غضب، دانه های عشق عین مروارید میریزه. هی بلند بلند میگه مادر کاش من بودم، مادر من بودم. کی جرأت میکرد به تو اهانت کنه؟ کی جرأت میکرد دل زینبو بشکنه؟ امیرالمومنین اومد دستو برداشت، چشمای عباس به چشمای بابا شد، فوراً سرش انداخت پایین. بابا صبح که اومدم بیرون دیدم یه صدایی به من میگه ولدی، پسرم بیا. مردونه دقت کن چه صحنه ای بود، چجوری بود؟ نور را بر سوی ظلمت میبرن. کجاست؟ نور را بر سوی ظلمت میبرن، شاه را سوی رعیت میبرن. من چه کنم خدای من، چاره در این مقام چیست؟ کوچه پر از حرامی ها میسوزونمت. من چه کنم خدای من، چاره در این مقام چیست؟ کوچه پر از حرامی ها. زینب این همه ازدحام، من چه کنم خدای من چه کنم خدای من، چاره در این مقام چیست؟ کوچه پر از حرامی ها. ای بیشرف، مردم هجوم آورن، چونیش کژدم آورن، آتش و هیزم آورن. مقصد این عوام چیست؟ هیدر ای پهلوان عالم، ای پدر عباس، چرا شتاب آورند، چه بی حساب آورند، به کف پناه آورند. مقصد این حرام چیست؟ آتش ظلم شعله‌ور، الله، آتش ظلم شعله‌ور، خانه امن در خطر. آتش ظلم شعله‌ور، خانه امن در خطر. سگان هور حمله ور،
فکر خام چیز تون بخونم. علی ولی اعظم است، علی وصی خاتم است، علی شهد عالم است. گناه این امام یه بیتم ترکی و پرمه نمازمی یرالیم جلم میرم. ای پرستوی علی پر مزن ز خانه، ای پرستوی علی پر مزن ز خانه. جان نه جوان نه، جان نه جوان نه. گریه کن حسین من در عزای مادرم. گریه کن حسین من در عزای من غریبم ای گریه کن تو مادرم. زینب می اومد جان نه جوان. شما بیبی بین نامرد اومدی، ای به شما بیبی